خب برای تحسین علوی دعایی را مثلا گفتم شما علویشو میخوای انجام بدی. تحسین علوی آیت الکرسی رو 21 بار میخونی، یا مثلا میتونی آیت الکرسی رو بخونی 21 بار، یه دونه کافر، یه دونه توحید، یه دونه فلق، یه دونه ناس، 7 صلوات هم بفرستی. بخورش هم حالا اسفند یا تخم گیشنیز هم میتونی انجام بدی. درست شد. و اسراف آمار مکان علوی هم که دیگه 7 مرتبه سوره زلزال که میخونی 80 تن که رسیدی تکرارش میکنی، بقیه رو میخونی. و در اینجا اسم ملک سفلی ها میگی، مثلا اگر روز سه‌شنبه است میشه روز سه‌شنبه میشه ابا محرز احمر، پادشاه بزرگیه. و الویش هم میشه حضرت سمسمایل. چرا حضرت؟ چون از نورن. و به حق انهم تا به آخر میخونی الوها الوها العجل العجل السعد السعد بارک الله فیکم. این دیگه توکیله، این الوها العجل السعد همه جا هست، یعنی که عجله کنید در ساعت در ساعت، همین الان انجامش این طور حالتیه. اینم مثل همون سفلی است، فقط تحسین و اسرافش باید علوی باشه. یا میتونید عزیمت ایغموشیه رو بخونید. ایغموشیه من گذاشتم، حالا مثلا یا یغموشن یلغموش مرغموش، اینا که بخونید دیگه هم علوی میره هم سفلی میره، خیلی قویه. ولی خب برای طور دعا زیاد مهم نیست. این ایغموشی بیشتر مال احضار کردن و احضار جن و ایناست. ولی خب میتونید هم برای تلس نوشتن بخونید، یه انگشت موکل دار کردن اغموشی خیلی خوبه. خب دیگه همون مراحل رو پیش میری که گفتم، تحسین علوی، اسراف علوی، این انجامش میدی. و بعدش دوباره قسم، همون قسم شر و قسم خیر مال هم الویاس هم مال سفلیاس، اینا میخونی. و بعدش اطلوش حتما انجام میدی قبلش. درست شد. اینا دیگه همون کلیپ سفلیه، فقط اولش یه تحسینه و یه اسراف علوی. یا همون ایغموشی هم میتونید بخونید، یا همون تحسین دعا میتونید انجام. در دعا نوشتن سعی کن رو به قبله باشه، همه اینا رعایت کنی. در آخرم که تلسموت نوشتی اون امضاهایی که مال اون اعماله یا علویه سفلیه بزن، توضیح دادن تو قسمت امضاها. همون قسم ها رو دوباره میخونی. اسم دوتا موکلا رو هم صدا میزنی، ازشون کمک میخوای، بخور میزنی. بخورم گفتم اول دعا آخر دعا، و وقتی که دعا تموم بشه قسم رو شروع میکنی. مثلا یه قسمه گفتم 7 بار بخونی، شما دیگه مثلا 3 بار خوند قسم ها دیگه شروع کن بزدن. یا ولی اصلش باید از اول تا آخر قسم این بخوره باشه، موکل بیاد تغذیه بکنه و راضی بشه و کارت انجام بده. بخور مثل همون بنزینه واسه برای ماشین. درست شد. اینطوری نیست که الکی شما یه دعای بنویسید فرفره بگیره. اینها را بعد روش انجام بدید که دعا شروع کن گرفتن موکل صدا بکنی، انصراف عمر مکان، رفع اطلوش. درست شد. اطلوش هم که فرقی نمیکنه. و در آخر انصراف عمر مکان، اول موکلان انصراف بدید بعدش عمر مکان. درست شد. دور که نماز هم میخونه به موکلای روز، مثل حضرت جبرئیل و اسرافیل و سمسمایل و احمر و عجایب و برقان، اینا بهشون تقدیم میکنی، کارت انجام میدن. اجابت دعا میخونی، مثلا همون بشمخ یا اجابت دعا رو میخونی، هیچ فرقی نمیکنه. یه قسم داریم یه اجابت دعا داریم، اجابت میخونی و کارت زودی میگیره. درست شد. بسیار مجرب، بسیار آزموده شده. موفق باشید.